واقعا هم دوستان عزیز وقتی که شخص صبح بر وقت یک موسیقی فورم این گونه یک نوازش دلنواز را گوش میکند میتواند که روز خود را با خوشنودی آغاز کند، یعنی با یک طبع خوب و بالیده. و بینندگان گرامی، اینجا ما چون همیشگی مهمان دعوت کرده، مهمان امروزه ما صدرالدین شاکرزاده، اشتراکچی فعال آزمون جمهوری تاجیکستان وطنی عزیز من از روی نامیناسیون نوازندگی. صبح شما بخیر باشد، خوش آمدید. سلامت باشید. صبح شما بخیر باشد. صبح کل بینندگان تلویزیون سفینه بخیر باشد. اولین نفری که به شما نازکی این اسباب را آموخت کی بود؟ از خودی ذوق که همین اسباب دوتا در دل من جا گرفته بود، من به مکتب موسیقی رفته در نزد استاد زیروف جورخان که اولین استادی من میباشد دست آموخته در طول 4 سال همین اسباب را از خود کردم. از اشتراک خود در آزمون جمهوری تاجیکستان وطنی عزیز من بگوید چگونه بودند؟ رقیبان در آنجا چگونه اشتراک میکردند و چی شما را هوسمند کرد که به این آزمون یعنی راهنما شدید؟ طول 3 سال می شود که در آزمون تاجیکستان وطنی عزیز من اشتراک میکنم. سال یکم صاحب سزاوار جای سوم گشته بودم. ذوق پیدا شد در اینجا که سال دوم صاحب جای دوم گشتم. در سال آینده کوشش میکنیم که با یک ذوق و مهارت بلند به آزمون جمهوری تاجیکستان وطنی عزیز من در جمهوری سزاوار جایهای نمایان گردیم. چون شما در دانشگاه بین المللی صحیح و صاحبکاری تاجیکستان تحصیل میکنید، همین گونه نقشه ها و نیت ها است که پس از ختم این دانشگاه به کنسرواتوری ملی داخل گردید و هنر و مهارت خود را باز صقل دهید. بله، بسیار ذوق دارم که هنر استعداد را صقل دهم و حالا هم باشد با استادان زیادی همکاری دارم. وقتی که در آزمون جمهوری تاجیکستان وطنی عزیز من اشتراک کردید، رقابت چگونه بود در آنجا؟ نوازندگان چگونه بودند؟ در آزمون جمهوری تاجیکستان وطنی عزیز من اشتراکچیان از هر گوشه و کنار جمهوری خیلی زیاد اومده بودند که بسیار نوازنده های خوب هم بودند و نوازش های خود را پیشکش اعضای حکمون کردند. شما که در آزمون جمهوری تاجیکستان وطنی عزیز من از روی نامیناسیون نوازنده انعنوی اشتراک کردید و عین حال امکان دارید که همون نوازشی که در آزمون اجرا کردید برای بینندگان پیشنهاد کنید. تشکر زیاد میگوییم برای پیشنهاد چون یک نوازش دلنشین و در آینده با شما برای موفقیت رو تمنا میکنیم و بگذار که همه زحمت و کوشش های شما به نتیجه نمانند و باز هم در آزمون های جمهوری و سطح بین المللی سزاوار جایهای نمایان بگردید. و بینندگان عزیز، بار دیگر یادآور میشویم که هم صحبت ما بودند صدرالدین شاکرزاده، اشتراکچی فعال آزمون جمهوری تاجیکستان وطنی عزیز من.